هر آنچه ما در طول مسیر زندگیمون بهش میرسیم از هدفی هست که یک جا برای خودمون انتخاب کردیم. این هدف میتونه والا باشه، میتونه در مسیر ارزش ها باشه، میتونه در مسیر ضد ارزش باشه، میتونه با آگاهی باشه، میتونه از سر غفلت باشه. نمیشه ما به یک نقطه برسیم بدون که در چارچوب ذهنمون هدفی رو برای خودمون تعریف کرده باشیم. اصلا امکان نداره. هر کسی رو دیدین در زندگیش موفقیتی داشت، بدونین یک جایی یک رویایی برای خودش داشته. یک جایی نشسته فکر کرده به یک چیزی که میخواد بهش برسه. فعل خواستنه بوده، اراده بوده و تعقلی بوده که شما بر مبناش یک هدف درستی رو پیاده بکنید. اینی که شما زمان رو متوجهش نشی و ندونی که گذر زمان داره چه بلایی رو سر شما میاره، ندونی فرصت هایی که در اختیار تو قرار گرفته هیچ استفاده رو ازش نمی‌کنی و به کجا داری میرسی، این از کجا میاد؟ این از عدم تفکر میاد دیگه. عدم تفکر از کجا میاد؟ عدم هدف گذاری. ما هدف وقتی نداشتیم لازم نیست فکر کنیم. من باید توی زندگیم یک هدف والا انتخاب بکنم، بعد بشینم فکر کنم که چطور به اون هدف برسم. پس ببینید چقدر اهمیت هدف گذاری در زندگی زیاده. موضوعی که نه در مدارس، نه در دانشگاه‌ها و نه در جامعه راجبش با ما صحبت نمیشه. هیچ کس تا حالا راجب هدف گذاری با شما صحبت نکرد. ما از وقتی توی این کلاس هدف والا انتخاب کردیم، گفتیم می‌خوایم توسعه بدیم کلاس رو، شرایط کلاس رو نشستیم عوض کردیم. ریشش این بود که ما می‌خواستیم یک کار درست انجام بدیم. به میزانی که هدف بالا باشه، به میزانی که هدف والا باشه، شما میتونی آدم بزرگتری بشی. پس ما هستیم که برای زندگی خودمون هدف میذاریم و ما هستیم که مسئول اتفاقات زندگی خودمون هستیم. در دنیایی که سرعت اتفاقات بچه‌ها انقدر زیاده، ما اگر بی هدف زندگی بکنیم بد باختیم. جنگ 12 روز طول کشید. اصلا مدل جنگ رو دیدین چطور بود؟ اصلا فرم جنگ عوض شده. 12 جنگا دیگه در 12 روز طول میکشه. قواعد همه چی عوض میشه. چرا؟ چون سرعت تغییرات زیاده. دنیا دیگه عوض شده. دنیای تکنولوژیه، دنیای هوشمندیه، دنیای اطلاعاته، دنیای فناوریه. بعد ما بیایم تفکراتمون رو بر اساس سال 59 پیاده سازی بکنیم، همون مدلی فکر بکنیم. مشاوره های ما باید مثلا پدرانمون باشن. چی میخوان به ما بگن؟ تو چند تا جلسه من به شما تاکید کردم، گفتم اگه میخواید مشورت بگیرین دیگه سراغ پدراتون نرید. برید سراغ فرزندانتون. شوخی نیستا. کشوری مثل ایران گفتنش سخته ولی واقعیت بپذیریمش. کشور بزرگی مثل ایران 12 روز آسمانش از همدیگه پاشیده شد. به همین راحتی. بقیه اتفاقات رو راجبش حرف نمیزنم، میدونید همه چه اتفاقی تو مملکت ما افتاد. کی باورش میکرد؟ مسئله ای بود که دنیا رو درگیر کرده بود. دنیا فکر نمیکرد این اتفاق تو 12 روز رقم بخوره. ولی برنامه‌ریزی وقتی کسی داشته باشه به هدفش میرسه. همه چی بر اساس هوشمندی داره پیش میره. دیگه دور زمانه نیست که شما انتخاب اشتباه بکنی یا قدم اشتباه برداری. یه قدم اشتباه برداری میبینی یک سال عقب افتادی. حالا لازمه هدف گذاری چیه؟ اینه که ما به یک سلامت فکری برسیم دیگه. وقتی شما درگیر نشئگی و خماری و چرت باشی که هدف نمیتونی تو زندگیت بذاری که، چون تصویری شما از دنیای بیرون از خودت نداری، نگاهی نمیتونی به خودت داشته باشی، چون غرق در درون خودت هستی. انقدر مشکلات جسمی به شما غالب میشه که شما نمیتونی خودت رو از بیرون ببینی و دنیای خودت رو از بیرون ببینی. پس ما اگر بخوایم هدف والا تو زندگیمون انتخاب بکنیم و اگر بخوایم به توسعه برسیم، لازمش اینه که جسممون و روانمون رو از همه بندها آزاد بکنیم. از کینه آزاد بکنیم، از نفرت آزاد بکنیم، از خودبینی آزاد بکنیم، از تکبر آزاد بکنیم، از حسادت آزاد بکنیم. بچه‌ها این صفات‌هایی که من میشمارم براتون، این صفات‌ها خیلی مخربن ها، خیلی مخربن. از اعتیاد به مراتب مخرب‌ترن. من هیچ وقت راجع به صفات منفی تو این کلاس صحبت نمی‌کنم. نمی‌خوام بهش اشاره کنم. ولی ما باید بدونیم اگر گوشه‌هایی از این ذره‌هایی از این صفات تو وجودمون هست، باید بدونیم که به ما آسیب می‌زنه. درمان اعتیاد باید عاملی باشه برای اینکه ما به خودمون برسیم، خودمون پیدا بکنیم، از بند رها بشیم، بعد بشینیم توی زندگی خودمون یک هدف والا انتخاب بکنیم، بعد در مسیر این هدف والا تفکر بکنیم، انتخاب مسیر درست بکنیم، بعد در مسیر انتخاب درست حرکت بکنیم و بعد برسیم به یک جایی. این تصویر کلی، مسیر کلی زندگیه. خیلی وقتا ما این مسیر رو گم می‌کنیم. اصلا نمی‌فهمیم کجاش هستیم. تو مرحله هدف گذاریم، تو مرحله حرکتیم. بعضی وقتا حرکت می‌کنیم نمی‌دونیم کجا میریم. طرف می‌بینی 20 سال داره یه کاری رو انجام میده، یه شغل داره و نمی‌فهمه برای چی. همش هم داره میناله. خب بشین فکر کن، ببین شاید اصلا این علاقه تو نیست، این کار تو نیست. شاید تو توانمندی تو بدونی یه جای بهتر به کار ببری. خیلی وقتا ما از سر عدم موفقیت حتی به اعتیاد رو میاریم. ما موفق نیستیم، ناامید میشیم، کلافه میشیم، خسته میشیم، بعد می‌خوایم یه جای پناه بیاریم. به چی پناه میاریم؟ به مواد مخدر پناه میاریم.
بشینید فکر کنید توی شما ممکن اتفاقا هست آدمی که از سر عدم موفقیت و ناامیدی درگیر اعتیاد شده. الان که این روزنه ها برامون باز شده، الان که این دریچه ها باز شده، الان که فهممون و درکمون نسبت به دنیا درک بهتری شده، بشینیم برای زندگی خودمون چاره بیاندیشیم. تو هر سنی که هست. اگه شما 20 سالته باید یه جور برنامه‌ریزی برای زندگیت بکنی، اگه مثل محمد 70 سالته باید یه جور دیگه برنامه‌ریزی بکنی. مهم اینه که ما در اون سنی که هستیم بهترین مدل استفاده از خودمون رو ببریم. چون یک بار فقط تو این دنیا به ما فرصت زندگی دادن و این یک بار بیهوده هم نبوده. ما نه تنها باید تو این دنیا زندگی خوبی بکنیم، بلکه باید یه مدلی زندگی بکنیم که رد پای ما تا ابد بمونه. یه فرمی زندگی بکنیم که یک تصویر درستی همیشه برای ما بمونه. ما جاودانه باید باشیم. هر کسی تو این دنیا بچه‌ها جاودانه نشه باخته. و من خوشحالم که ما اینجا داریم این تمرین رو انجام میدیم و امیدوارم که رهایی تک تک شما رو به زودی ببینیم، هممون جشن بگیریم، در کنار هم بتونیم به اهداف والایی که برای خودمون تعریف کردیم ان شاءالله همگی برسیم. یه روزی ببینیم که جامعه ما آری از این موضوعاته. یه روز ببینیم جامعه ما که فرهنگ چند هزار ساله داره، این همه غنا داره، این همه نعمت درش هست، به شایستگی خودش برسه، به دوران اوج خودش برسه، به شکوفایی برسه، دوباره ایران رو انشالله بزرگ ببینیم. قرار نیست بچه‌ها ایران اینجوری بمونه. ما تغییر رو داریم به شدت و به سرعت بالا داریم می‌بینیم. ما داریم به یک دوران گذار نزدیک میشیم. ما داریم به دوران شکوفایی نزدیک میشیم. به هر شکل ممکن، با هر فرمی که نظام حکومتی و سیاسی ما درش قرار بگیره، با هر فرم، هر اتفاقی که بیفته، ما محکوم هستیم به موفقیت. ما محکوم هستیم به شکوفایی. چرا؟ چون لیاقتش رو داریم. چون مملکتی داریم که با هیچ کجای دنیا قابل مقایسه نیست. اگر تو این 40-50 سال گذشته می‌بینیم دوچار این موضوعات شدیم، به خاطر این بوده که فکر نکردیم. به خاطر اینکه همه جوره آسیب زدیم به مملکتمون. به خاطر اینکه مقصر رو دیگران دیدیم. خود به خودمون فکر نکردیم. تغییر رو از خودمون شروع نکردیم. فرهنگ رو از خودمون شروع نکردیم که بهش بپردازیم. هر مسیری که برای ما کشیدن، ما تو همون مسیر کورکورانه رفتیم. چرا؟ قطعاً ما تغییر می‌کنیم، قطعاً شرایطمون عوض میشه، ولی سهم ما چی میشه؟ از الان باید فکر کنیم دیگه. زیرساخت‌های اینجا رو بچینیم، بگیم آقا ما در حوزه درمان اعتیاد نقش کلیدی در جامعه داریم. ما اگر آگاهی سازی بکنیم، ما اگر اطلاع رسانی بکنیم، ما اگر آمار اعتیاد رو بیاریم پایین، ما اگر فرهنگ سازی بکنیم، دیگران هم با ما همراه میشن. فقط ما نیستیم که. اسمش اینه که ما 5% آمار اعتیاد میاریم پایین، ولی در عمل می‌بینی 50% میاد پایین. و بچه‌ها تغییر همینجوری به وجود میاد. تغییر این مدلیه. من بارها گفتم که تغییر رو کسی برای ما از بیرون نمیاره. ما خودمون باید خودمون عوض بکنیم. و تک تک هم باید اتفاق بیفته. جامعه‌ای که تک تک افرادش تغییر نکنن، اون جامعه تغییر نمیکنه. ما تا زمانی که خودمون عوض نشیم، تا زمانی که خودمون احساس نکنیم که باید زندگی بهتری داشته باشیم، زندگی بهتری رو کسی برای ما نمیسازه. اینو باید همگی باور بکنیم. هر کسی هم که می‌بینید تو این دنیا به موفقیتی رسیده، چون اراده داشته، چون هدف برای خودش انتخاب کرده، چون حرکت کرده، چون تلاش کرده. شانسی اتفاقی نمیفته. اگه شانسی هم باشه گذراه. جایی که باور باشه اتفاق درست هم میفته. امیدوارم رهایی همتون به زودی ببینم. خیلی هم ممنون. همتون رو خیلی دوست دارم. دلم خیلی براتون تنگ شده بود. واقعا به این انرژی که باید از شما بگیرم به شدت، واقعا به شدت من نیاز داشتم و اصلا لحظه شماری می‌کردم روی ماهتون رو ببینم و خیلی خوشحالم که امروز رو کنار شما سپری کردم. مرسی از شما.